عجب یک دور و زمانه. خدایا اندرین ویرانه از گلزار می ترسم. خریدار گلم اما زینش خار می ترسم. گهی یک همدم می خواهم که دردم را کنم تشریح، ولی از صحبت آن همدم و دلدار می ترسم. چو بازار این دنیا پر از هیها پر از آوا، مثال کودک گم گشته در بازار می ترسم. چطور زندگی هر دم کند آهنگ نو ایجاد، زی هر آهنگ و هر ایجاد این گفتار می ترسم. من از قسمت نمی ترسم، در او خواست خدا باشد، زی قسمت بازی هر بنده و کفار می ترسم. اگرچه بشکند 100 نوده بیدی خشک باکی نیست، زی بر هم خوردن یک شاخه پربار می ترسم. من از مردن نمی ترسم که مردن کار حق باشد، زی ناحق کشتنی هر عاشق دردار می ترسم. من از چنگال شیر و وادی گرگان نمی ترسم، زی آهی بینوای خسته و افگار می ترسم. بس هر اندیشه رفتن به کوی یار می آید، ولی از دام فندالوده اغیار می ترسم. بازم دعا بکنیم که الله متعال تمام مسلمان ها را از شیطان های انسی و جنی در پناه اسمت خود نگهبان باشد. آمین.